سر در بلندتره، سر در بلندتره، به عروستون نازینی که دوماد قشنگتره، سر ما سنگینتره، سفره ما رنگینتره، به دومادتون نازینی که عروس قشنگتره. محسن خب پاشو با چند خوابیدی اینجا، برنامه الان شروع میشه، ما هم 100 ساعت دارم اینجا طی میکشم. یواش بابا، یهویی آدمو که خبر اینجوری از خواب بیدار نمیکنن که. محسن جان، محسن بله محسن خیلی دارم به خودم افتخار میکنم. افتخار؟ محسن مطابق خودمو نمیبینم، کسی گیر کردم توی جریان. محسن چرا چی شده؟ مگه چیکار کردی؟ جریانی بود با هم صحبت کردیم، گفتیم به خاطر مصرف آب یکم دوشمون کوتاه‌تر کنیم. 5 دقیقه کم آره من که بهت گفتم من 10 دقیقه رو کردم 7 دقیقه. سلامت باشی. منم 5 دقیقه کم کردم از دوش گرفتن. 5 دقیقه واقعا؟ دقیقاً. چند دقیقه شده الان؟ 90 دقیقه. از 95 دقیقه قشنگ کم کردم شد 90 دقیقه. محسن 90 دقیقه هموم میری تو؟ الان 45 دقیقه اول میرم هموم، خب 15 دقیقه وسطش استراحت لیف میزنم، 45 دقیقه دومم میرم تو زمین زیر دوش. 90 دقیقه گاهی به وقت اضافه هم کشیده میشه دیگه بنابر اقتضاعات. تو چیزی یعنی منظورم اینه که خوبی الان 90 دقیقه زیر آب میمونی، آب نمیری، کوچیک نمیشی، نمیدونم پوست اندازی نمیکنی. کی 90 دقیقه میره هموم؟ زیاده؟ 90 دقیقه هموم؟ خب چقدر باید بریم صورت؟ 10 دقیقه. آقا من 10 دقیقه رو کردم 6 دقیقه و نیم، 7 دقیقه، یعنی 3 دقیقه ازش کم کردم. 95 دقیقه رو کردی 90 دقیقه. تو باید اصلا کلا 95 دقیقه رو بکنی 10 دقیقه. صورت توی لحظه که جو داد شد که 10 دقیقه کردی 7 دقیقه، هموم بعدی رو توی 38 ثانیه تموم میکنم و میام اینجا و صورتت میارم پایین. تو یه دست بلند همه برای هموم 38 ثانیه. کسی نیست که هنوز تماشاگرا نیومدن. اینا کجا هن؟ اول برنامه هنوز نیومدن. توی لحظاتی که ما احتیاج دارم اینا کجا هن؟ نیستن. میگن یه بابایی تو روستا میخواست دخترش رو شوهر بده. به داماد میگه ببین دختر من چشم مدل سیره، تو ناز و نعمت بزرگ شده، بدون تشریفات ببرش و خوشبختش کن، منم هیچ انتظاری ازت ندارم. اون وقتا هم رسم بود دختر با اسب میبردن خونه بخت. وقتی اومدن از رودخونه رد بشن، پدر داماد گفت مواظب باشید اسبا رو آب نبره. پدر عروس این حرفو شنید، بهش برخورد، گفت برگردید، حالا باید واسه دخترم عروسی بگیرید، مهریه ببرید، شیربها بدید، طلا بگیرید. خانواده داماد تمام سعیشونو کردن تا پدر عروس رو دوباره راضی کنن. این بار وقتی خواستن از رودخونه رد بشن، پدر داماد گفت بیخیال اسبا بشید، حواستون به عروس